امروز اینجا در سفارت افغانستان واقع در شهر دوشنبه تاجیکستان با حضور مهاجرین و چند تن از چهره‌های شناخته و سیاسی افغانستان نماز عید برگزار شد و همچنین ختم قرآن به خاطر گرامی داشتی روح شهدای افغانستان به خصوص 2 نفر از شهدای اخیر اکمل امیری و اندرابی نیز ختم قرآن بخشیده شد. عید سعید فطر به تمام مسلمین جهان و به مردمان سرزمینم چی در داخل هستند چی در خارج، اون تعدادی که در زندان خانگی طالبان به سر میبرند، به خصوص خواهرای قهرمان ما که در برابر طالبان استاده هستند، مبارکباد میگویم. خوشبختانه که امروز در افغانستان کوچک ما 3 پیام داشتیم. پیام اولی ما به طالب ها بود. طالبا بفهمند که با زور، با جبر، با اقرار نمیتونند که نظام خود را سر مردم تعمیل بکنند. نظامی که با میله تفنگ در یک سازش و در یک معامله به وجود آمده. از گذشته ها باید پند بگیرن. طالبانی که صاحب فکر و مستقل هستند صف خود از گروه های افراطی جدا بسازن، بگذارن که زنان مردان در یک فضای انسانی که در اوج هم قانون مدنی و هم قانون اسلامی تفویض باشه زندگی بکنن. پیام دومی ما به معاون ملل متحد بود. از تمام افغان هایی که چی در داخل هستند چی در خارج هستند